مشکلات رو میخواهیم که فهمیم. خب بعد از فتوای مفتی شوهر اول آمد چی می شود؟ بعد از فتوای مفتی شوهر اول آمد چی می شود؟ مثلا این مسئله به طریقی هست که مسائل مفقود، یعنی مفقود مخصوص کتابی هست در فقه اسلام. مفقود کسی هست که نابود شدگی هست، ساده کردگی نابود هست، همون مرد، نه خبری مردش است نه خبری زندهش. در فقه حنفی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تا 90 سالگیش باید که زن او همسر او منتظر باشه، تا 90 سالگی همون مرد. مثلا که مرد اگر در 50 سالگیش نابود شده باشه، خبری زنده و مردش نباشه، زنش 40 سال دیگر باید که بشه. 40 سال که ایستاد و شوهرش در 90 میدروید، 90 که در آمد باز عیده میپاید و بعد میتونه شکن از 90 بسازند. که این البته که در زمان ما این مسئله بسیار مشکلات دارد. حضرت امام اعظم هم یک حساب گرفتگی است که همون شروع نکنه بیشتر. خب اما در مذهب حضرت شافعی رحمت الله علیه و حضرت امام مالک رحمت الله علیه 4 سال گفتگی هستند. اما این جنجال ها و نافهمی هایی که در تاجیکستان رخ داد، نافهمی جنگ جنجال البته که از بیگانه ها و دشمن ها در این ملت پاک بزرگ تاجیک به هم جنگ انداختن و این مصیبت بلا به سر مردم آمد. بعد دوران جنگ شکایت همین از حد زیاد شد. زنهای هستن که یک کودک داره، شوهرش 5-10 ساله بیدرک کرده. زنی هست که همین شوهر کرده بود، کودک هم نداره، تا حاضر 6 سال یا 10 سال گذشته بیدرک کرده. البته که اون جوان است، اون در حیات در کار زندگی میخواهد و همین خاطر ضرورت شد. ضرورات مباح میگرداند محظورات. یعنی وقتی که ضرورت شد، فتوا مفتی جمهوری تاجیکستان با همراه شورای علمای تاجیکستان فتوا به 4 سال دادگی هستند امروز. یعنی فتوا به قول امام شافعی امام مالک هست که 4 سال شوهر بی خبر باشد، نه نامش نه نشانش نه زندهش نه مردش خبرش نباشد، میتونه که خواهرها به پیش مفتی و شورای علمای جمهوری تاجیکستان برای در اداره فتوا هست، در همونجا فتواش میدهند، حکم طلاقش به دستش میتن، بعدا میتونه شوهر. خب اینجا این سوال دادگی پرسیده که بعد فتوا دادن این مفتی مثلا شوهر کرد و یکی شوهرش خوب پیدا شد چی میشود؟ خب این مسئله همین خیلیت که مفتی اولا فسخ نکاح میکنن. وقتی که مثلا این خواهر یا مادر به پیش او را رفت، اولا باید که نکاح او را فسخش کنن، نکاحش بیکار میکنن، بعد نکاح بیکار کردنش قیده میپاید و بعد اون شوهر دیگر میکنن. شوهر اولینه که گشت آمد دیگر حقوقی با او زندگی کردن ندارد، چون که نکاح اونها را مفتی فسخ کرد، بیکار کرد. یعنی در فسخ نکاح مفقود فتوای مفتی کافی است، فتوای مفتی کفایه است. اما سوال جوابش همون میشه. خب جواب این مسئله همیشه است. برای همین البته که در این شب و روز به جنگ هم به مهاجرت هم دیده می شود که بعضی از فرزندهای مسلمان زنها را گرفته پرتافته میبرند میرن به ملک عروس بیخبر. بعضی در همونجا با یک بیوه عروس میگیره زندگی میکنه، خدمتگاری همون میشه و در اینجا زنش و دخترها و بچه ها موندگی هستند. بسیار بی انصافی است، بسیار شخص ظالم است، ظالم در حق زن فرزند خودش است. از این احتیاط باشین. البته ضرورت هست، رفته برای حاصل کردن نفقه اهل عیال ضرورت است، اما بی ضرورت رفته در اونجا ایستادن پروا نکردن این گناه است، بسیار گناه بزرگ است. خب دیگر سوال گفته اگر کتلی گیمرای باشد استنجا ساقط می شود یا نه، چون که آب به اون ضرر دارد. خب
گیمروی البته بلفظی حاضر است، اما به زبان مثلا تاجیکی و عربی را بواسیر میگن. کسل بواسیر این البته که در بعضی آدم‌ها وجود دارد، مخصوص در باد هوا و همه تابعات تاجیکستانی های کسل زیاد است. خب در حالتی که آب به مقعد او ضرر میکردگی باشد، به آب استنجا نکند میشود. اگر گیمروی باشه که آب با او ضرر میکردگی باشه، آبی گرم حالت کنه در آب پاک شد. لیکن اگر آبی گرم آبی خنکم همش به مقعدی او ضرر میکند، گیمروی او را یک بار مثلا به واسطه کسلش عوض میده، در این صورت نکنه میتونه که به همون چیزهای امروزه به درگی سلفکه پاک کنه، قاق کنه و دست رو کرده نماز خواندن میره میشه. این ضرورت است. خب فتوای بزازیه ده همین فتوا دادگی است. مخصوص فتوای بزازیه به همین فتوا دادگی است که اگر مقعدی و یره باشه یا مثلا جراحتی باشه یا زخم باشه که شوشتنی و همون آب با او ضرر میکردگی باشه، مخصوص ولته یا با همون مثلا کاغذی همون خلاجا باشه پاکش کنه، خوش رو پاکی ده پاکش کنه که نجوست نمونه، بعدا دوامی طهارت شبه کنه درست میشود. خب دیگر سوال سوم، سر خم کردن در وقتی نام پیغمبر و نام خدا اساس دارد یا نه؟ خب این مسئله البته که در هیچ جای دنیا نیست. در همین مردمی کوهستان خودمون هست که نام پیغمبر شنیدن صلی الله علیه و سلم گفتن در کمی می جنبن یا که بعدش می خیزه از جاشون خیلی عادت هسته، اما اینها یکون اساس علمی ندارد. در این باب البته که باید نیست، یکون حدیث هم وارد شدگی نیست که پیغمبر گفته باشه که نامی مرا شنیدین تو جنبینی و از جاتون خیزین، یکون حدیث نیست، باید نیست در این باب. خب از صحابه ها هم یکون روایت نیست در این باب در این جنبیدن. البته که این مردم کوهستانی ما از شوق و محبت دوستداری جناب پیغمبر همین خیلیشون هم می جنبونن، اما حجت دلیل ما نداریم برای همین کردن همین کار. البته که نکردنش بهتر، اگرچند کردن این گناه نیست. صلی الله علیه و سلم گفته کمی بجنب گناه نیست، اما برای کردن همین یکون حجت ما نداریم، یکون دلیل نداریم که بگیم همین کار درسته. و چه خاطر؟ درست بودن و نابودن ما از قرآن میفهمیم، از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیم. در یگان احادیث در آیت در هیچ جای چیزی نیست. اما کسی که میجنبه باید شکفی نیست، نجنبه بهتر است، چون که در اسلام یک چیزی نو با از خودمون ما زیاد نکنیم. در کتابی اخیرانی حضرت دامو محمدی که از فقیهان بزرگی تاجیکستان ما و شما هستند، کشف الاسرار عن وجوه الاثار کتاب گفتگی نوشته هستند. در همون کتاب هم همین مسئله را سوال جواب را بیان کرده است که تعظیم خدا و پیغمبر، خب تعظیم خدا و پیغمبر ذکر است، نه سرخم کردن. یعنی بزرگ داشتن خدا، بزرگ داشتن پیغمبر به ذکر است. مثلا نام پیغمبر را شنیدیم میگوی صلی الله علیه و سلم، اما اگر دو جمله سرخم کنه و صلی الله علیه و سلم نگه صلوات نفرسته، گناهکار و عاصی است. او خمشیدن یا هیچی فایده‌اش نداره، گناهکار است، عاصی است. چون که صلوات فرستادن خدا در قرآن امر کرده استعذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و یادتون صلوات فرستادن واجب است. حدیث پیغمبر از کسی نام ما را بشنوه و صلوات نفرسته جفا کرده. کسی که صلوات بر پیغمبر فراموش کنه راه جنت فراموش کرده. فقط گفتن به زبان و خم کردن جنبیدن نیلی معنی ندارد، اساسا ندارد. فقط به زبان باید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگه، یا که صلی الله علیه و سلم گفته صلوات بفرسته. یا در نام خدا را شنیدن هم جل جلاله گفتن چیست، البته که شرط است، اما جنبیدن اینها قدر معنی ندارن، اصل ندارن. این چیزا اصل که ندارن به همین خاطر را طرفداری کردن حجت نیست. چون که ما
هر چیزی که به ما لازم است در قرآن و در حدیث مشتهدان هم بیان کردگیم، برای جنبیدن هیچ بیان شدگی نیست. حتی در مولود نبی، در مولود پیغمبر خواندن در محل قیام که همه ارزش میکنه، همین هم اختلاف، همین هم علما منع کرده گردن که بچه خاطر میشدین در اون کتابای مولود بعد جمعیه که روح پیغمبر در اونجا حاضر میشه. اینها دلیل قوی نیستن. اگر نخیزم ارزش محل قیام هم کنه میشه چیه بیدن حجت نیست داری بود. دیگر گفته السلام علیکم دامروی شریفان، دختری که 5 وقت نماز کند خطر نبندد، با او میگیم که خطر بکن، میگه که دلت صاف باشد میشود. ما میگیم که نماز خواندگیش فایده ندارد، میگه که کار شما نباشد. خب البته که شما به طریق با او بفهمانین که به نرمی و حلیمی باشد. یه خیلی که نمازی تو پاک قبول شد نمازی در دست ما شما نیست. وقتی که عبادت کرد، تحصیل کردید، طهارت کرد و بالای جای نماز آمد نماز خواند، البته که این چیز فضل است خوب است، اما اگر در نماز سطر نداشته باشه در این حالت نمازش درست نیست، چون که ترک فرض میشود. اما نمازش با سطر بخونه و در گیرم ما به سطر کنند، این البته که گناه کبیره است، چون که سطر قانون خدا هست، حکم خدا هست. سطر داشتن زنها، سطر داشتن مادرها و خواهرها، این حکم خدا هست. همه ما و شما آشکارا بدونیم، آگاه باشیم که حکم خدا هستیم. حتی پیغمبر حقوق ندارد که حکم خدا را دیگرگون کند. سطر حجاب زنها حکم خدا هست، از دست هیچ کس چیزی نمیآید. بعضی منافق با یافت میشود که میگه که با بدلی که عربی میدانه که مردم گمراه میگه که لیس من حوایج شرعیه، میگه این سطر حجاب داشتن از حاجت شرعی نیست. خب بدبخت حاجت شرعی نباشه، خدا در قرآن میگه تو به اگر که گفتگی بدین میشه. بدونی که خدا در قرآن همین را حکم کرده که تو بگوی حاجت نیست، کافر بدین میشه، از این بیگانه میشه، چون که خدا حکم کرده. از دست ما هیچ نمیآید. خدا حکمش کرده است باید زنی مسلمان، خواهری مسلمان سطر حجاب شرعی داشته باشه. سطر حجاب که نداشته باشه، میانش بتوه، ناقش بتوه، گردن برهنه، سر برهنه، ایزار بدر کنه پرد آید بگرده. پس فرق او از فرق اروپایی و امریکایی و تاجیک چی بلد؟ چی فرق داشته؟ این سطر حجاب داشتن مدنیت و معرفت عقل انسانی و مسلمانی را نشون میده. به کسی به حجابی این هیچ مدنیتی نیست. خب دیگر گفته است که یعنی که جواب همین که همون دختر شما با خوبی به نرمی بفهمانید که مهنت میکنید، طهارت میکنید، نماز میخونید، سطر حجاب هم داشته باشه. که سطر حجاب امر چی خیلی که نماز فرض است، سطر حجاب هم فرض است. الى خدا عمل کرده گیرد. سطر حجاب البته که خواهرها و مادرها داشته باشن، حسن اونها 100 کرات زیاد میشه. همین یک زنی به سطر با حجاب باشد، اگر یک دیگه به سطر به حیا باشه، اگر نگهش کنید این همچون آدم در نظرت میتوه، او همچون یک حیوان در نظرت میتوه، چون که امر خدا را به جا آورده است. دیگر گفته است السلام علیکم دامروی شیرین زبان، کدام پیغمبر از 70 خبط پرده به خدا گپ میزد؟ خب گپ زدن پیغمبرها با خداوند فقط حضرت موسی کلیم است که حضرت موسی علیه السلام با خداوند سخن کرد، گپ زد. خداوند با او سخن کرد که در آیت قرآن ثابت شده گردید. در این یکان شکی نیست که خدا در قرآن آیه مبارکه فرستاد و گفت که استعذ بالله و کلم الله موسی تکلیما، و سخن کرد خداوند با موسی سخن کردنی. سخن کردنی که خدا با موسی گفت فخلع نعلیک، که خدا امرش کرد که نعلینا تا بدر بکن. خب در وادی مقدس طوا او رفت و خدا سخن کرد. عدد سخنهاش هم بعضی کتاب‌ها گفتگی هستند، اما در اینجا 70 پرده گفت است. میگه که از پسی حجاب پرده رو میگن. او پرده در اون یعنی که 70 چه گفتگی 70 چه ما ندیدیم نمیدونیم.
در تفسیرها دیده گردیم در اونجا 70 نامبر نکرده است. ممکن در کتاب‌های فارسی 70 شده باشه، اما میگن پرده بود که پرده از نور بود، اگه پرده ظاهری در نظر نداره. خداوند به موسی گفت اما چگونه سخن کردن خداوند به موسی، این البته که لایق به خودی است. در این باب البته احتیاط شرط است که در این مسئله اکثر آدم‌ها گمراه شده هستند، خطا میکنن. هر خیلی مثلا سخن خداوند آواز نداره، سخن خداوند حرف هم نداره، قول او را لحن نی آواز نی. سخن خداوند آواز نداره، حرف هم نداره. اگه چگونه با موسی تکلم کردن او را این لایق به همان هاست، یعنی که یک بزرگی حضرت موسی مرتبه ازمای او را نشان بدهد که خداوند مخصوص کلیم خودش موسی را انتخاب کرد. وقتی که سخن کرد موسی علیه السلام میگه دست پا و گوش و پوست و پشم، هر یک پشم بدن و پوستی بدن دست پا همه میشینید، همه گوشیدگی، همه از گوشیدگی میشینید. بعد سخن کردن گفت ربی ارونی انظر الیک، خدایا خودت به من نشان بده. وقتی که سخن کرد خداوند با او شنید، محض شد، با علی دعوی بالاتر کرد که خدایا خودت به من نشان بده. خداوند گفت که لن ترانی، ای موسی تو قوت دیدنی من نداری. حضرت موسی علیه السلام نیده خودت به من نشان بده. بنی اسرائیل که یک عادت کمتری سرتخته، خودت به من نشان بده. خداوند لن ترانی، ای موسی تو قدرت دیدنی من نداری. و عاقبت خداوند گفت که انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، نگاه کن به سوی کوه، اگر کوه در جاش قرار بگیره زود است من دیده میتونی، قدرت داری. اما کوه وقتی که تجلی الهی یک ذره به کوه رسید، کوه آب شده به زمین رفت. موسی و خر موسی صعیقا، موسی بهشت میته با پشت در زمین رفت. بخشی من گفت خدایا توبه کردم، قدرت دیدنی طرف در دنیا هیچ کسی ندارد، اما در آخرت مؤمنان و مسلمان ها در جنت دیدار خداوند حق است، در جنت با چشم خود را دیده می شود. خب این حضرت موسی علیه السلام. دیگر گفته است که دوستان خدا نباشند لیکن زی خدا جدا نباشند. این را و ما فهمانید. البته که در این باب صحبت ها زیاد شده هستند. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که وقتی که بنده به نوافل ها به نفل ها به عبادت به خدا قریبی بجوید، خداوند میگه شنوایی او من میباشم، بینایی او من میباشم، دست ایرا و پای روای او من میباشم. وقتی که او سوال کند از خدا طلب کند، اگر خدا حاجتی را میبرد. یعنی دوستان خدا به منزله هستند که هر چیزی که بخواهند دعا کنند دعای اونها مستجاب میشود. چون که میگه این طایفه تیغ آبدارند جان استنی بی ادب برآورد. و یا این که خداوند جل جلاله میگه حدیث قدسی است که من عاد لی ولیا فقط آذنته بالحرب، کسی که یک دوستی مرا در دنیا دشمنی میکند او را من اجازت به جنگ داده است و میدان جنگ ببرای به مقابل من. آیا کسی قدرت دارد که به مقابل خدا بجنگد؟ یا که حضرت میرزا عبدالقادر بیدیل میگفت که طرفی دیده خونبار نگردی هرگز، اشک چون آینه شد کامی نهنگ است اینجا. او دیده خونباری که در عشق خدا، او دیده که خون میبارد، او دیده که عبادت میکند، او دیده که خواب ندارد، خواب غفلت، او دیده وقتی که اگر اشک یک ذره جاریش از چشم او برآمد بدان که او با منزله کامی نهنگ است. کامی نهنگ هر چیزی که اومد دیگه نمیگردد، دین او را که رنجاندی دیگر دست از دنیا بشوشی، دیگر بستنی تو بلای سخت میآید. اشک چون آینه شد کامی نهنگ است اینجا. که او دیده های عاشقان خدا چی هستند و خواب ندارن و در محبت عشق الهی اشک میبارن، خون میبارن. میگفت که خواب را بر دیده عاشق چی کار؟ دیده عاشق فقط چشمه باری اشک میباره، خواب نداره. خواب را بر دیده عاشق چی کار؟ چشمیو چون ابر باشد اشک بار. چشم عاشق و مثل ابر باری دایم خیلی ابر که پیدا شد میبارد،
دیده عشق خلاف. خواب را بر دیده عاشق چیکار؟ چشمی او چون ابر باشد اشکبار. دیده های عاشقان را خواب نیست، یک زمان آن چشم ها به آب نیست. او چشم ها یک زمان به آب نیست، فقط در عشق الهی تجلی الهی و قلب اونها که مؤثر است، او چشم ها دائم آبدار هستند. دیگر گفته السلام علیکم پیشوای محترم، میخوام فهمم که در حق والدین کدام نمودی صدقه بکنم و کدام نمودی صدقه بهتر است. خب در حق پدر و مادر صدقات کردن، دعا کردن، ختم قرآن کردن، همه این ثوابش برای میت میرسد. در عقیده ما و شما اهل سنت و الجماعت خصوصا حنفی ها هستیم و دعا الاحیاء للاموات، دعای مرده ها برای زنده ها و صدقاتهم و صدقات زنده ها برای مرده ها نفعله، فایده به اون مرده میرسد. یعنی در حق مرده دعا میکنی، نماز نفل میخوانی، تلاوت قرآن میکنی، خیر صدقات میکنی، فایده او انشاءالله که برای میت میرسد. خب اما طریق صدقه البته که صدقه هایی که امروز میکنن، البته این به همه معلوم است که اگر به نیتی باشه که میگن یه همسایه هم میگه که نکرد در حق پدر مادرش، یا که مثلا به نیت نشان دادن ریاکاری باشه ثواب نداره، یا کم بغلی باشه که دست خودش نمیرسه زن فرزندش خوبتر بخورانه بپشانه، تعلیم دختر و بچه شکنه او قرض کرده خیر صدقات میکنه، این خیر صدقات قبول نیست، بلرمال خدای قبول نیست. از او خیر صدقه که قرض میکنی در حق پدر مادر میکنی، او پول جمع کن دختر تا به سطر حجاب کن، انا ثواب در نزد خدا. دختر تا به سطر حجاب کن، زن تا نماز خوان کن به سطر حجاب، این فرض امر خدا هستی، او فرض نیست، او نفع بکنی ثواب نکنی چی گشتی. یا بچه تا نماز خوان که تعلیم قرآنش رو بکن، این ثواب، این امر هستی. اما صدقات معین کردنی روزش در اسلام نیست. معین کردن روزش که حساب کنن چیل حساب کنن، سال حساب کنن، هفته حساب کنن، مثلا که 6 ماهگی و دیگر اینها را معین کردگی شریعتی را معین کردگی نیست، این مردم از پیش میشن. اما 40 سال هفته یا را ناگفته هر روز که صدقه کردن میکنه، کردن گیره در پدر مادرش بابا و بیشی، هر روز که میکنه کردن گیره، درست جویده ثواب است. صدقه را هیچ کس معنی نمیکنه در اسلام. خدا از مانعان خیر بیزار، او کسی که صدقه را معنی میکنه خدا از رنگ او بیزار است. خدا از مانعان خیر بیزار کند، او مانعان خیر در ما منع کننده های خیر صدقه را خدا آتش دوزخ جوش میکنه. البته که کردن شرط هستی، پدر مادر 18 سال تربیتت میکنه، این مادر شبهای دراز الله میگن میخراند میپیراند، پیشاکات میشه و قاقت میکنه، این قدر شرمنده‌داری ها خواب شیریش ترک میکنه، دستش در آب خرد میزنه. البته که در حق یک گاو بوده گوسفند یک کشتی ختم قرآنی کردی حتما بکنی، رنگی به صاحب ولی ارواح در بدر کیم که جای مچید نگرده، بلکه از همون فرزنداش خشنود باشه. خب نمودهای صدقه البته که صدقه جاریه که نه این افضلتر بهتر است. صدقه جاریه یک خیش در همین مسجد جوره بماند به نیت ارواح پدر مادرش یا به نیت جانی خودش، یک خیش تنها تا زمانی که چند اصل این مسجد بنا است خلق نماز میخونن، ثواب برای پدر مادر طرف میگیره. تا زمانی که این مسجد بنا هم این صدقه جاریه است. یا آب میکشه به یک محله را میبره، مثلا ودفعات میکشه یا گاز میکشه یا سوید میکشه، تا زمانی که از او استفاده میکنن ثواب به او بنده رسیدن. اگر که این بنده بمرن 100 سال رو استفاده کنن، 100 سال برای او رفته رسیده. حاجی سفر مرحوم مسجد چرخه را بنا کرد، یک اصل زیاد شد که دعا در حقش رفته. یا دیگر البته ثروتمندهای سلادات هستن که در راه خدا صرف میکنن، صدقه جاریه میکنن، البته این بهتر است.
یا اینکه مثلا شمو خیر صدقه در حق پدر مادر فقط همین نیست که همین خدایی کنی بود همین توقع اونجوری مردم خره نیست. در حق پدر مادر بودن 20 قرآن بر در یک مسجد چی 20 قرآن جور پیدا چه 20 طالب علم بگیرم بخونم تا زمانی که او قرآن یک کس کشادم میکنه و میخونه ثواب برای پدر مادر ترسید. یا یک طالب علم سر پیشاک بکن امروزه از همه در مصرفترین مطلب طالب علم ها هستند که هیچ کس به او بیچاره یاردم نمیده. یک کتابی در مفتیات داره همین فتواهای میگیری در همین میخونی $100 $150 یا 200 سومونه او طالب علم اکجا میاره قدر میخوره. همین ما از کجا میاریم $100 بس فتوا رو میخریم. همین ما هم جوان مردا رو میگیم مینویسیم بیچاره میره میخره میگیره میاره که ثواب با ما برسه ما استفاده میکنیم. این همین صدقه جاریه است. تا زمانی که کتاب ما استفاده میکنیم او ثوابش با او صاحب پول رسیدن میگیرد. خب در حق پدر مادر البته که خیر صدقات ختم قرآن هر چیزی که میکنیم خوب است بکنیم. دیگر استاد سلام علیکم داملوی شیرین زبان. من یک مخلصی دائمی شما هستم. در روی من کسلی هست. پوست در حقم دعا کنید که روی من شفای و خداوند پروردگار را به حرمت روز جمعه و عبادت کنندگان روز جمعه که برادر در روی شفای کامل و عاجل عطا بکنید. دیگر استاد سلام علیکم داملوی محترم محمد الله جان. قاری اسماعیل از صلواتهاش خونه. قاری اسماعیل هم میبینیم وقت شید میخونه وقت نشید خونه در فیرادش که خونه هم میگیرن صلوات. خب دیگر گفتست که السلام علیکم واحد شیرین سخن. از شما ما بسیار مسئله ها را آموختیم و حقیقت دین را فهمیده ایستاده‌ایم و میخواهیم که آیت 84 سوره توبه را تفسیر کنیم. خب آیت 84 سوره توبه را دیدیم از تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، روح البیان، انوار القرآن. خداوند برکت بده سوال دادگی را از حوالی با خودمون مخیل چیزی نفهمیدیم. آیت 84 سوره توبه در حق منافقین نازل شده است. از ابتدا البته در اوج خنازیات هستند اما وقت جایی میکنه همین خدش میگه که آیت 84 همین است که استعذ بالله ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق الله العظیم. این آیت نازل شد در حق اسباب نزول شد. اسباب نزولش همین بود که در مدینه منافق‌ها بسیار بودند، در مکه مکرمه نه. در مکه مشرک بود کافر بود اما در مدینه منافق بود. یعنی همه که اسلام که قبول کرده مسلمان شدن اون منافقان در بین مسلمان ها در آمدن میگوشن به خدا باور داریم به رسالت باور داریم پیغمبر، اما در دلشون نفاق بود. منافق اول بدانیم که چیست. منافق فی الدرک اسفل من النار، منافق در طبقه پست‌ترین گنده‌ترین دوزخ است. منافق از کافر 100 بار بدتر است، 1000 بار بدتر است. کافر انکار میکنه ایمان اسلام همه را میدانش کافر یک طرف است، اما منافق چنان بزدل بدبخت هست که نه کافر است نه مسلمان. مسلمان که غلبه کرد درون میدونه. در مدینه منوره اینها زیاد بودن که سردار این منافقای مدینه منوره عبدالله ابن ابی بود. عبدالله ابن ابی سردار همه منافقای مدینه بود، سرکرده منافقا بدبخت‌ترینشون بود که همه نفاق همو در بین مسلمان‌ها پهن می‌کرد. منافق از دنیا گذشته شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جنازه او شرکت کرد. اما فایده نداره برای منافق، چون که کافری به خدا و کافری به رسول الله جای دوزخ است. پیغمبر در جنازه عبدالله ابن ابی وقتی که حاضر شد
یگانه کسی که پیغمبر از جنازه خواندن منع کرد عمر بن خطاب. عمر بن خطاب من از پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله این عدوی الله دشمنی الله تعالی است، این در حق خدا و پیغمبر کذا و کذا فلان گپ‌ها را میگفت، تو برای چی جنازه را میخونی؟ حضرت عمر گفت باز این با تکرار که حضرت عمر که منافق نخوان جنازه شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تبسم کرد گفت آیت هستی استغفار بکنی برای او یا یا نکنی. من مخیر هستم برای استغفار کردن، از 70 بار زیاد استغفار میکنم. بعدا حضرت عمر وقتی که شنید حضرت عمر میگه که از گفتگی خودم به پیغمبر خدا من پشیمان شدم که این رسول خدا از حد خوبتر بهتر میفهمد. پسر عبدالله ابن ابی منافق مردگی آمد پیغمبر را گفت یک کرده را به ما بتگو تو که کفن کنی بدبخت است. پیغمبر کرده را قمیص را بدر کرد. به چه خاطر؟ برای آن که حضرت عباس وقتی که نداشت بودید کرده به این خطا بکنید. از محبت و دوستداری رسول خدا را بگید تنی برهنه او را دید رحم شما. حضرت عباس یک کرده گرفتن به او پشاندن. بعد که این بدبخت مرد آمد رسول اکرم گفت که همون کرته قرضی را گردانده پیغمبر با او داد. پیغمبر خواست جنازه را بخونه که حضرت عمر میگه که بعد اندک میگه جبرئیل وحی از نزد خداوند آورد. همین آیت جبرئیل از نزد خداوند آورد که ولا تصلی علی احد منهم، و یگان که این منافقان جنازه اینها را نخوان. هرگز جنازه منافق نخوان. ما تعبد ولا تقوم علی قبره، بر قبر اینها نیست، در قبر اینها ایستاد نکن. پیغمبر عادت مبارک همی بود که جنازه را میخواندن و قبرستان میرفتن، در قبرستان در هر جای میت بود دعا میکردن. خدا امرش کرد که نه جنازه یا را هرگز بخوان نه در قبر اینها ایستاد بشه. خدا منع کرد رسول اکرم. به چه خاطر؟ انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافری به خدا و کافری به رسول خدا هستند و ماتوا مردن و هم فاسقون و فاسق هستند. خدا همین آیت را فرستاد منع کرد جناب پیغمبر که جنازه منافق نخوانند. خب شما ببینید که پیش از نزول آیت پیغمبر منع کرد که جنازه بدبخت نخوانند. پیغمبر او را گوش نکرد، آیت حق نازل شد. گفت حضرت عمر قوی کرد خداوند جل جلاله که منافق هرگز جنازش نخوان و سر قبر او نرا ایستاد نشه در حق دعا نکنه، چون که دعا برای او فایده ندارد. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله خفا گشت ایستاد. دیگر تا زمان از دنیا گذشتنش جنازه یگان منافق رسول خدا خواندگی نیست، نخوانده بود. یگان منافق جنازه رسول اکرم نخوانده. در زمان پیغمبر منافقا بودن، در زمان صحابه هم بودن. یگانه کسی که منافقا را همش رسول اکرم که با معجزه میدونست، یگانه کسی که از این سیر آگاه بود حذیفه یمانی بود. حذیفه یمانی را میگن صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و آله، صاحب اسرار پیغمبر صلی الله علیه و آله. حذیفه یمانی بود که حذیفه یمانی را پیغمبر فهماندگی بود، تنها بود. چون که سیر دل پیغمبر غیر حذیفه یمانی دیگر صحابه نمیدونستند. زمانی که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه شد، بعد خلیفه شدنش هر کسی را که جنازه برای خواندن می آوردن و میپرسید که چی عمل داشتی، چی عمل اسلامی داشت، خدا پرست بود، عابد بود یا نبود. مثل امروزه وری میسته 40 سال 50 سال نماز هم نخوانده، یک عمل گشت حیوان وری میورن جنازه‌اش رو بخونه میرون. بعد چی میگین؟ آدم بی‌آزار بود. این دیگه هیچ نه نماز در روزه نه طاعت، هیچ فایده نداره جنازه با او. جنازه با او فایده نداره. جنازه برای مسلمان فایده داره. اگر چند جنازه شنیدیم خودیم فایده با او نداره. بعدا حضرت عمر بن خطاب سوال میکرد چی عمل داشت؟ اگر عملی بد میشنید جنازه رو حضرت عمر نمیخوند، هرگز. میگو خدا میدونه نمید مرده و جنازه. عمر بن خطاب خلیفه اسلام شد، حذیفه یمانی را دعوت کرد و گفت حذیفه گفت تو بگو که همون منافقا کی هستن در مدینه که من بشناسمشون که تو قطع پیغمبر خدا میدونستی؟ حذیفه یمانی گفت که این
یعنی که سیر یک کس که بچه گفت امانت میشه ولی در دیگر کس نمیگوی، ولی که بگوی خیانت میشه. بعدا حضرت عمر بن خطاب نگاه میکرد کدام کسی که میمرد در جنازش اگر حذیفه یمانی اشتراک میکرد اینم اشتراک میکرد، اگر حذیفه یمانی اشتراک نمیکرد اینم اشتراک نمیکرد که جنازه منافق است. این آیت 84 سوره توبه در حق همین نازل شدگی است که جنازه منافق خوانده نشود. خب دیگر سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، بسیاری مردم ما حاضر سیتکه های تلفنی رسم های دختران برهنه را استفاده میبرند. التماس در این باره در چند سنگ میگه. البته این هر کسی که سیتکه ها را استفاده میکنه گناهش در تله همون سوداگرای نوعه، همون سوداگری که رفته همون صورت این برهنه را میگیره میاره واقعی اخیرش تای همون پیشوش بستگی دیگه میانش نافش هم پیش تجربه‌ای همون را در خانت میبری، زن داری، دختر داری، مادر داری، کیلم داری، همون را نمایش داده وقت کوچه میبری میاری. این چیزی اسلام داری است. گناه همه در گردن همون سوداگرات که اون را گرفته میارن. نمیشه که به صورت چه بگیری بیاری. میلیاردها سال به صورت همون سیتکه ها را مردم استفاده بود نمود، امروز همون صورت ها را نخره میبره. این گناه در کلای سوداگرای تاجرها احتیاط کنید نیارن چیز صورت دارن، لباسای صورت دارن، سیتی‌های صورت دارن نیارن. حتی دفتر طلبه مکتب میگیری میبینی صورت یک اصل نیمرانه یا لیش کردگی اصلی فیه گدو او چی میشود؟ اصلی فیه گدو تبلیغ فیسقه با او بیچاره میکنن. خب احتیاط کنید یارم نیارین. دیگر گفتست که من در مکتب میخونم و ما با یک چند همسیفمون خب مسلمانیم، هم مسلمانیم. معلم ما را با دیگران نمونه نشون داده و داملاتون رحمت میگوید. گفت در پیش هم هستیم. از طرف ما و مادرم و شما تشکر. البته که خداوند جل جلاله توفیق برادرها را زیاد کند، از علم لدنی خدا نصیبشون بگرداند و او معلم هم خداوند عمری درازی با برکاتش عطا کند که قدر مهنت الله ما را میدونسته. این بسیار کمی ده. یکم بار ما خیلی میخونیم که معلم طرفداری کرده است که داملا سخن خوب میگه و تربیت میکنه، دیگر نمیکنن، دیگر به طور حکمای کردگی ما را با در اونجا بیکار میکنن. دیگر است السلام علیکم داملای مهربان، خداوند علمت رو زیاد گرداند. ما میخوایم که به سوالهای من مختصر جواب. دین چیست؟ دین رسول اکرم در حدیث سوال کردن که الدین و النصیحه. دین نصیحت کردن است. دین نصیحت است. نصیحت چی است؟ خیرخواهی. همین دین خودش خیرخواهی است. در همون دینهای پیشینه هم نصارا و یهود و کاتولیکا و دیگر دینهای پیشینه عثمانی هم همونها هم تربیه آدم بود. همون در زمان خودشان دینهای برحق بودن. در همون دینهای پیشینه هم زنا حرام بود، عرق خوردن حرام بود، گوشت خوردن حرام بود، دلازاری حرام، در همون هم حرام بود. همین فقط بعدا همون کتابا منسوخ و بیکار شد به خاطر که همین حکم‌ها را از کتابا خودشان برداشتن. حکم عرق را برداشتن، حکم خوب را برداشتن، حکم زنا را برداشتن، کتابشون محسوس دینش محسوس شد. دیگر نصیحتش نموند. دیگر گفتند چی قدر دین هست، خواه اسلام باشد خواه غیر اسلام همش یک نقطه دارد. البته همش نقطه دارد اما بغیر اسلام همش باطل شده است، همش بیکار. غیر اسلام همه دین باطل است، خطا. هر کدامی را که ما پر سراغ بکنیم در روی کمبودیت از خانه‌های بی‌معنی نادانی است، یا که مثلا دیگر جاهایی هست که علم ترقیات تکنیکش بر پین کجا و کیهان رسیدگی است، خدا توفیقش نداده یک هیکل مترشان به خدا خدا سجده میکنن. تکنیک و علمش به هم اجا رسیدگی است، بد پرستش میکنن. این با از یک طرف به عقل، از یک طرف میبینیش قد حیوان معقل نداره. دیگر معلمی در دانشگاه شریف‌الله میگه که نماز رو سراسیمه در مسجد میخونید، در خانه به حضور بخون بهتر است. خب سراسیمه نخون، در مسجد به حضور دل بخون بهتره. اما این مسئله که در خانه بخونی بهتر است او معلم خطا کردگی است که پیغمبر خدا در حدیث میگه تارک الجماعت ملعون فی التورات والانجیل والزبور والفرقان.
ترک کننده جماعت، کسی که جماعت مسلمان را ترک میکنه نمیره، این لعنت کرده شده است در تورات، انجیل، زبور و قرآن. ترک کننده جماعت سوال کردن عبدالله ابن عباس که یک آدم سوالش کرد که یک کس شب به نماز بگذرونه، روز به روزه بگذرونه، اما در جمعه و جماعت حاضر نشوه، حالی او شخص هو فی النار، او جاش دوزخ است. با پیغام سوال کرد که هو فی النار. 2 ماه هر سحر می اومد، 2 ماه 60 روز سوالش کرد، 60 روز جواب یک کرد، هو فی النار، هو فی النار، او جاش دوزخ است. ولی ترک جماعت کردن درست نیست. خب او نفهمیده این مسئله را. گلستوک داختن در اسلام ضرری دارد؟ اگر با گلستوک نماز خوانی چی می شود؟ بسیار خوب می شود، هیچ گپی نداره. گلستوک ببند نماز خواندن بگی، استودنتی معلمی گلستوک تا بسته خواندن بگی. گلستوک یک لکه هست، او یکان جای بینمازی نداره. گلستوک چیکار میکنه؟ گپ‌های زیادتی به اساس در حق همین گپ‌ها را میگن. کارکنی دولتی است، معلم است، دانشجو است، طلبه است، گلستوکش بستگی نماز خوانده رفت نمیگیره. مخصوص در یک امر معروف دیگری هم این مسئله در ما برآمد کرده که گلستوک با ما میخوایم خوب میشه که دخترها ببندن. دخترهای مکتب، استودنت‌ها، معلم‌ها همش گلستوک ببندن. این بهتر است که سطر میکنه، کشیورش محکم میکنه. اینطوری که با عزیزی افرابی ببندن، با بهتر چشماش نصب میشود. این بهتر است. یگان ضرری ندارد، گناهی هم ندارد. دیگر گفته ساعت نگاه کنید. السلام علیکم داملای شریف خان، به سوالهای من جواب دید. ناخونها را بعد گرفتن میگوید که نپرسید بلکه گور کنید. این صحیح هست یا نه؟ البته این مسئله هست که وقتی که ناخونه که گرفتین در فتوای عالمگیری این مسئله هست. فتوای هندیه یا فتوای عالمگیری در همین مسئله هست که فَإِذَا قَلَمَ أَظْفَارُهُ أَوْ جَزَّ شَعْرُهُ يَنبَغِي أَنْ يُدْفَنَ ذَلِكَ ظُفُرًا. در فتوای عالمگیری همین هست که وقتی که ناخونها تا گرفتی یا موی سر تا تراشیدی، اینها را باید که در زمین گور کنی. حتی همون موی سری دراز داشته باشی، در همون تراشخانه هم که تراشیدی، موها داخلت گرفته بود در یک جا گور بکن. فَإِنْ لَمْ يَبِنْ فَلَا بَأْسَ. نه که اگر همون موی سرش و ناخونش اگر پرت بایشن، لا بأس، هیچی باکی نداره. خب وإلا إلقاء في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك لأن يورث الضوء. اگر موی پش میشنه یا ناخون اگر در کنیف در توالت بپرتوید یا در مغتسل در حمام در همون جای اگر پشمها را اضافی اگر بپرتوید، این کسل ها پیدا میکنه. از وجود همونها مخصوص میکروب های پیدا میشه که چندین کسل ها پیدا میشن. تو تازگی از اسلام است. برای همین وارا جمع شون کنن، گورشون کنن بهتر است. خب این فتوای عالمگیری است. اما در فتوای قاضی خان دیگر فتوا ضرور میگه که یدفن اربعه، 4 چیز از آدم هست که اونها را حتما باید که به زمین گور کنن. ظفر، یکن ناخونا را که گرفته در زمین گورشون بود. دیوم و شعر، موی سر است یا موی مثلا تاگی کشه یا موی زیر نوک کدام موی اضافیه که باشه، یا که مثلا کودک ختنه میکنن همون چیز ختنه کرده شدگی همون پوستک یا را جمع کنن گورشون کنن در زمین. خب دیگر خیرخه حیض، همون لطه که زنها از تک میبردارن در حالت مثلا ماهیانه کسل بدنشون، همون لطه باید که گورش کنن در زمین، ایتا روشاد نمونه یا در موسط نپرتنشون گورش کنن. دیگرش خون آدمی، همه چیزها باید که از آدم هستن در زمین دور کرده شوند. یعنی کودک ختنه کردن همون چیزی او لطعی از حیض، خون، ناخون، پشمشتر یا دندون، هر چیزی که از آدم جدا میشه او باید به زمین دور کرده شود. در فتوای قاضی خان میخواد فتوا دادگی هست. دیگر سوال کرده که طرز اذانگویی در گوش طفل را با ما فهمانه. اذان گفتن در گوش طفلی نوزاد. خب
در این باب فرق بین دختر و پسر ندارد. بعضیا گفتن که دختر چیل میکنه، فرق ندارد. خود دخترچه است خود پسرچه است، فرق ندارد. از آن گفتنش به همین طریق است. حضرت ابی رافع رحمت الله علیه میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حين ولده فاطمه السلام. ابی رافع میگه که رسول اکرم دیدم که در گوش حضرت امام حسنی فرزند حضرت علی وقتی که از فاطمه تولد شد، پیغمبر در گوش راستی و اذان و در گوش چپی او قامت. همین اذان و قامتی که برای نماز است همین را میگن، دیگه تغییر ندارد. یکی از خاصیت‌های خوبی همین اذان گفتن در گوش طفل همین است که لم تضره ام سیبیان. ام سیبیان گفتگی یک دیوی است، یک افریتی هست که همون مخصوص کودکان را ضرر می‌زنه، یک کسالای این پریپات‌های شیطان هم شمیوه. اگر در گوش بعد تولد شدن اذان و قامت بدن، این کسال‌ها با اون آدم پیدا نمیشه. امیسیبیان از همون کودک دور میشن، نابود میشن. وقتی که در طفل بدنش اذان بدن، روزشان معین است، یک روزه باشه یا دو روزه باشه با بهتر. هر چقدر سلاسی مثل همین اذان هر کسی هم بگن میشه. البته یک آدمی تبرک، آدمی مثلا مصفد پاکی با تقوا با بگه اگر این با بخیر اذان که گو با بینواش نمیمونه، در صدقه میکنی، در حقی تغییرات دوام میکنه، با خوب است. بوسیدن دست پدر و مادر و عالم جایز است یا نه؟ البته که این 100% جایز است. دست پدر بوسیدن، دست مادر بوسیدن، دست مثلا استاد بوسیدن، یک آدمی مثلا بزرگ ولی باشه صالح باشه بوسیدن، اینها 100% جایز است. چون که در رد المحتار یکی از بهترین فتواهای مذهب ما شما ضرور گفتگی هستیم ولا بأس بتقبیل ید رجل العالم علی سبیل تبرک. دست پشت دست عالمانی بوسه کردن بر سبیل تبرک جایز است. یا پدر و مادر هم باشه دعای نیک اینها را میگه. البته که فرزندا جوانات دست پدر و مادر تا بوسه کرده دعا خواستی، خواهم نخواهم همه کینه و قدرت از دل دور میشود. شما را دوست می‌دارد و محبت تام در حق شما دعای نیک میکند. این کار شما بکنید خوب است. خب افیون حلال است یا نه؟ افیون حرام است. این افیونی که میکشند میبینید در براشون بعضی میگردانند، بعضی‌ها با دلیل میکنند فلانی مخصوم فلانی نمازخوان میکشند. اون نمازخوانه بینماز فرار افیون حرام است. خب این مسئله در دارالمختار بهترین فتوای مذهب حنفی آوردگی است که و یحرم اکل البنج، حرام است بنگ استفاده بودن. بنگ حرامی قطعی است. حشیش هم از جنسی هم کامل است. افیون مخصوص به نام افیون آوردگی استعمال حرام است. لأنه مفسد للعقل، اینها فاسد کننده عقل هستند، عصب شما را ویران میکنند. اما افیونکش رنگش ترکبود میکنند، عقلش فساد میکنند و یصد عن ذکر از ذکر خدا از نماز میمونند. این فایده ای ندارد. اگر فایده میداشت درست میشید در همین اپتیکو میبراوردن سوداش میشود. او بسیاری از دوزای بلنده دارد که او افیونکش را استفاده کنه، بعدا یگان آنتیبیوتیک مدیسین در او فایده نمیکنه دیگه. این خیلی آفت بخشش دارد. حرام. محترم داملا حاجی محمد الله، از شما خواهش داریم که به سوال ما جواب دهید. در رویه حنفیه آمده است که در شاهدی دو شخص اگر زن تن و نفس خود را بخشد و او زندگی کردن ممکن است یا نه؟ سوال است. هم سوال هم جواب. خب در مذهب امام ابو حنیفه البته که حضرت امام اعظم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل کردگی است که در سه چیز شوخی نیست. سه چیز حزنی و جید است، جیدی و هم جید است. سه چیز، یک کفر، دیم نکاح، سیم طلاق. این سه تا شوخی ندارد. من استهزأ بالعلم والعلماء فقط کفر. کسی که به علم عالما استهزا میکنه مسخره بازی میکنه کافر میشه. کافر میشه. دیم نکاح هم شوخی ندارد. زن به شوهر باشن، دو مرد در همجا حاضر باشن، بگه تن نفس بخشید و زن بگه تن نفس بخشیدم و همین فلان. یه بگه که تن نفس خواستم و قبولش کردن بدنی. دو تا آدم شاهد شنیدن تمام زنی هموش. این شوخی نداره. یا طلاق هم به شوخی هم که زنش طلاق کنه طلاق میشه.
یعنی رسول الله گفتن 3 کاری هست که حذر نداره، یک کافر شدن، طلاق کردن، نکاح کردن یا شوخی ندارن، حتما واقع میشه. خب برای به این مسئله ها شوخی کردن درست نیست. دیگر گفته که السلام علیکم داملایشون، من مدرسی دائمی از شما خواهش دارم به سوال من روشن. چرا گوشت گاو را خوردن ممکن است و خون آن را حرام گفتن نمیخورند؟ خون آن خب و دم مسفوح خدا در قرآن را حرام گفتگی است. دم مسفوح خونی با فشار خونی که فشار قطعی میبره او حرام است. در هر کجا هم که برسد حرام نیست، بینماز میکنه، نجاست است. او خوردن یون میلیون ها در ترکیبش میکروب داره و همین خاطر خدا دانسته ای را حرامش گفتگی است. خونه میخواد، خونه در رنده میخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نه نوشته نمیخوام میگیم بومینید. خب در حق مادر من دعای کنید که این نعمتی که خدای عالمیان با ما بندگانش نصیب کرده است، این نعمت خدا داد با یک درد مبتلا گردید از خدای مهربان شفای کامل عاجل نصیب. خداوند جل جلاله مادر این برادری که مکتوب نوشته است شفای کامل عاجل عطاش کنه و حرمت